سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 12 آگوست تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. یک سازمان بین المللی آزادی دو ژورنالیست پامیری الفتخانه محمدشایو و خوشام گلیام را طلب کرد. همگی 28 سال داشت. در گذشت مدیر کل افترادیو فریدون خیرالله‌زاده. یک کودک 4 ساله در ورزاب و یک جوان 19 ساله در سیردریا غرق شدند. هلاکت 3 کودک خردسال در سوختار در مهمانخانه یک صاحبکار تاجیک در مسکو. یک راننده را در دوشنبه برای دشنامه‌های قبیح 15 روز حبس کردند. بابای و نبیره سوار دوچرخه در راه ناحیه بلخی زیر چرخ ماشین ماندند. و اکنون تفصیلات خبرها. کمیته دفاع از ژورنالیستان روز 11 آگوست سال 2022 در یک اظهارات گفت مقامات تاجیکستان باید ژورنالیستان الفتخانه محمدشایو و خوشروز جمایف متخلص به خوشام گلیام را بلافاصله آزاد کرده همه اتهامات ضد آنها را بیکار کنند و تعقیبات پنهانی ژورنالیستان را بس کنند. انتظار می رود مرافعه دادگاهی هر دو علاقه روزهای نزدیک شروع شود. جود کینزبرگ پرزیدنت کمیته دفاع از ژورنالیستان در قرارگاه مرکزی این سازمان بین المللی در شهر نیویورک گفت مقامات تاجیکستان باید الفتخانه محمدشایو و خوشروز جمایف را آزاد کرده اتهامات ضد آنها را بیکار کند و پرده اسرار از روی پرونده های آنها از بین بردارد. او افزود ژورنالیستان پامیری و همه ژورنالیستان در تاجیکستان باید امکان آزادانه انجام دادن کار خود در برابر عملیات حکومت در ولایت مختار کوهستان بدخشان را داشته باشند. حالا در تاجیکستان بجز از الفتخانه محمدشایو و خوشروز جمایف باز دست کم 4 ژورنالیست دیگر در حبس قرار دارند. دلیر امام علی، عبدالله غربتی، ذوقبیک سیدامینی و عبدالستار پیر محمدزاده. کمیته دفاع از ژورنالیستان قبلا آزادی آن 4 ژورنالیست تاجیک را هم طلب کرده بود ولی دوشنبه به دعوت این سازمان گوش نداد. الفتخانه محمدشایو ژورنالیست و حامی حقوق زاده بدخشان را کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی و دادستانی کل تاجیکستان صبح 18 می در خانه‌اش در شهر دوشنبه دستگیر کرده منزل او را کوفت و کوب کردند. خوشروز جمایف که با تخلص خوشام گلیام معروف بود و مسئول امور فرهنگ و اخبار سامانه پامیر اینفو بود، روز 19 می نیز در دوشنبه از سوی کارمندان اوباب دستگیر شد. تنها روز 15 ایول قریب 2 ماه بعد بازداشتش نماینده دادستانی کل تاجیکستان در نشست خبری گفت به ضد محمدشایو برای رهبری یک قسم گروه جنایی در بدخشان پرونده جنایتی گشودند. به او بر اساس ماده 187 کدکس جنایتی تاجیکستان از 15 تا 20 سال زندان تهدید میکند. بازداشت او و خوشام گلیام در حال صورت گرفت که مقامات تاجیکستان با مقصد سرکوب اعتراضها در ولایت مختار کوهستان بدخشان عملیات حربی را برا انداختند. در ولایت مختار کوهستان بدخشان در شرق تاجیکستان اساساً مردم پامیری زندگی میکند که هم از لحاظ زبان و هم از لحاظ مذهب از باقی ساکنان این جمهوری فرق میکنند. کمیته دفاع از ژورنالیستان میگوید اسناد جمع آورده‌اش بیانگر آن است که مقامات تاجیکستان ژورنالیستان را برای انعکاس جریان سرکوب اعتراضها در ولایت مختار کوهستان بدخشان تعقیب میکنند. تا 11 آگوست مقامات تاجیکستان سبب بازداشت خوشام گلیام را رسما یگان شرح ندادند. در خبرها گفته می شود که او را گویا به دعوت به سرنگون کردن ساخت کنستیتوسیونی عیبدار میکنند. ماده 307 کدکس جنایتی تاجیکستان برای این تا 15 سال حکم زندان را پیش بینی میکند. منابع آگاه از این دو پرونده به کمیته دفاع از ژورنالیستان گفتند مقامات پرونده های هر دو ژورنالیست را مور مخفی زده از ادوکات های آنها زبانخط گرفتند که بر رسانه ها و خویشاوندان محمدشایو و جمایف درباره اتهامات به ضد آنها اعلان شده یگان معلومات دقیق ندهند. الفتخانه محمدشایو را صبح 18 می ساعت 8:00 در خانه‌اش دستگیر کردند و خوشام گلیام را صبح 19 می یک نفر خود را استاد برق گفته در خانه خوشروز جمایف را کوفت. وقتی که ژورنالیست درش را شد کارمندان مقامات وارد خانه شده دستان او را توپ داده به بیرون برآوردند و به یک ماشین بار کرده بردند. تنها بعد 5 روز نزدیکان ژورنالیست خبر یافتند که او را کارمندان اوباب دستگیر کردند. روز 23 می خوشام گلیام برای 2 ماه به حبس گرفته شد. یکی از دوستانش به کمیته دفاع از ژورنالیستان گفت که او بعد حبس محمدشایو نگران بود که
اکنون نوبت اوست، ولی می گفت یگان کار غیر قانونی نکرده است. کمیته دفاع از ژورنالیستان با درخواست شرح پرونده این دو ژورنالیست به وزارت کارهای داخله و دادستانی کل تاجیکستان نیز رسما نامه فرستاده است، ولی تا حال پاسخ نگرفته است. فریدون خیرالله‌زاده ژورنالیست جوان تاجیک و مدیر کل شبکه افترادیوی تاجیکستان صبح 12 آگوست در سن 28 از عالم چشم پوشید. در این باره در شبکه‌های اجتماعی دوستان و همکاران فریدون خبر دادند درباره علت مرگ او در چنین سن جوان چیزی گفته نشده است. چندی از دوستان و همکاران فریدون خبر دادند که همگی چند ساعت پیش از مرگ شام 11 آگوست او در افیر بود و در افترادیو برنامه می‌برد. به همان شور و هیجان همیشگی که داشت برنامه رو پیش می‌برد و یگان علامت دیده نمی‌شد که مریض است. کسی گمان هم نمی‌برد که بعد چند ساعت خبر مرگش همه ما را غرق ماتم می‌کند. گفت در صحبت با پایگاه خبری بامداد یکی از دوستان فریدون، خیرالله‌زاده فریدون منصور، 22 اپریل سال 1994 در شهر وحدت به دنیا آمده رشته اقتصادی دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه را ختم کرده بود. همگی 11 سال داشت که برنامه‌های بامدادی را در شبکه تلویزیونی کودکان بهارستان پیش می‌برد. سال 2009 وقتی که همگی 15 سال داشت الکی باعث مجری برنامه‌های بامدادی شبکه تلویزیونی سفینه به کار سر کرد. فریدون بعداً در رادیوی وطن چندین برنامه را پیش می‌برد. سال 2018 باعث مدیر رادیوی امصدا به کار سر کرد. اخیراً فریدون خیرالله‌زاده باعث مدیر کل به افترادیو تاجیکستان گذشت. فریدون در برابر رهبری به کار افترادیو چند برنامه را در این شبکه رادیو باعث مجری پیش می‌برد و همچنین باعث مجری در توی‌های مردم و شبنشینی‌های شرکت‌ها و کارخانه‌ها نیز خدمت می‌کرد. فریدون خیرالله‌زاده سال 2017 صاحب جایزه بهترین بلاگر تاجیکستان شده بود. فریدون خیرالله‌زاده در شبکه‌های اجتماعی نیز خیلی فعال بود و در وردپرس نیز بلاگ خود را داشت. از صحیفه‌هایش برمیاد که فریدون در سر آرزو و نقشه‌های زیاد داشت و هیچ گمان نداشت که در سن همگی 28 جوان مرگ می‌شود. صدها نفر از مرگ این ژورنالیست در چنین سن جوان اظهار اندوه کرده برایش آخرت آباد آرزو کردند. یکی از دوستانش در سوگ فریدون این دو بیتی مشهور را کشته است: فلک ما رو نکش ما نوجوانیم، نشودی دیدیم نشد مانیم، برو از کوچه پیران گذر کن، اگر نوبت رسید ما خود روانیم. روز 11 آگوست سال 2022 در نتیجه سوختار در یک مهمانخانه در دهه مالای ویدنای در کنار شهر مسکو 3 کودک خردسال، 2 خواهر سالهای تولدشان 2013 و 2015 و 2 درک آنها سال تولدش 2016 به هلاکت رسیدند. بنا به فرضیه تفتیشات مادر این طفلان هنگام سوختار در مهمانخانه نبوده است. او در کودکان را محکم کرده از پس کارهایش برآمده رفته است. کودکان در قبط سیم این مهمانخانه خشتین در قبط منسرد بودند و وقتی در حجرهشان سوختار به عمل می آید کودکان به سبب بسته بودن در بیرون برآمدن نتوانستند و در درون آتش زنده به زنده سوختند. سرایوست امچس ولایت مسکو گفت خبر سوختار در کوچه صدوای دهه مالای ویدنای ساعت 16:04 رسیده با وجود جلب 14 تکنیک و 24 سوختار نشان تنها بعد 6.5 ساعت 22:37 شب 11 آگوست به آنها میسر شد که سوختار را پوره خاموش کنند. در سوختار در قبط سیم 3 فرزند یک زن 31 ساله جمهوری داغستان، زینب 9 ساله، فاطمه 7 ساله و 2 درک 5 ساله آنها حسین را پیدا کردند. اولگا ورایدی سخنگوی سرایوست تفتیشات ولایت مسکو خبر داد که در رابطه با این حادثه بر اساس قسم سیم ماده 109 هلاکت بیش از 2 نفر از بی‌احتیاطی و قسم سیم ماده 238 ارائه خدمت رسانی هایی که جوابگوی معیارهای بی‌خطری نیست پرونده های جنایتی گشوده در چارچوب پرونده اول مدیر مهمانخانه را بازداشت کردند. خانم ورایدی گفت جریان تفتیشات را به واسطه سردار سرایوست ستاریکوف زیر نظارت خود گرفته است. در کوچه صدوای در دهه مالای ویدنای که سوختار رخ داد مهمانخانه سینو متعلق به صاحبکار 68 ساله تاجیک عبدالقادر جبارزاده جایگیر شده است. امور این مهمانخانه را پسر او نادرجان جباروف در دست داشت ولی معلوم نیست که در رابطه با مرگ 3 کودک او را دستگیر کردند
یا یگان منیجر دیگر میمونخانه را عبدالقادر جبارزاده مالک شبکه عبارت از چندین میمونخانه در ولایت مسکو، شهر دوشنبه و شهر بوستون ولایت سوخت می باشد. بنا به ترجمه حالش او 2 آگوست سال 1954 در جماعت یووه نویه خوجند به دنیا آمده است. سال 1975 دانشکده طبی شهر خارکوف را با اختصاص طبیب گیگین، سال 1991 رشته اقتصادی و سال 1992 رشته حقوق شناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. جباروف در دوران شوروی سالهای زیاد معاون سرطبیب مرکز سانیتاری و اپیدمیولوژی جمهوری تاجیکستان بود. سالهای 1993 1994 در دوره سروزیری عبدالملک عبداللاجانوف معاون سردار ریاست کارگزاری شورای وزیران تاجیکستان بود. او سپس به کار میمانخانه ها گذشته. از سال 1994 تا 1992 مدیر میمانخانه دستگاه پرزیدنت در شهر دوشنبه و از سال 1992 تا 2002 مدیر کل میمانخانه حکومت تاجیکستان در شهر مسکو بوده است. بعد ترک این مقام جبارزاده دیگر در ساحه میمانخانه داری ماند و شبکه میمانخانه های شخصی خود را در روسیه و تاجیکستان تشکیل داد. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 12 آگوست سال 2022 خبر داد که طی روز گذشته در آب‌های جمهوری باز 2 حادثه ناخوش مرگ‌آور ثبت شده است. از جمله یک کودک 4 ساله در نویه ورزاب در کول سنی پالوی دریای ورزاب به سبب او را به نظارت ماندن والدانش غرق شد. به جای حادثه گروه نوبدار نجات بخشان از ریاست ایالت‌های فوق‌العاده شهر دوشنبه فرستادند. جسد کودک را از آب بیرون آورده به مقامات حفظ حقوق سپاریدند. همین طور یک جوان 19 ساله از جماعت آبشقلچه نویه باباجان غفوروف هنگام آببازی در یک مکان برای آببازی ممنوع سیردریا غرق شده است. نجات دهندگان ریاست فوق‌العاده ولایت سوخت جسد او را بعد 1 ساعت جستجو پیدا کرده از آب بیرون برآوردند و به مقامات ملیس سپاریدند. بنا به آمار کمیته ایالت‌های فوق‌العاده طی 7 ماه سال 2022 در کل و دریاها و کانال‌های تاجیکستان الکی 123 نفر از جمله 64 نابالغ سنشان تا 16 غرق شدند. سال گذشته در تاجیکستان 155 نفر از جمله 75 کودک غرق شده بود. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه شومنصور با عریضه مرد 41 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که ماه ینور سال 2022 مرد 42 ساله ساکن پایتخت با روی فریب به باوریش در آمده از او 41500 دلار آمریکایی گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه به او یک عدد اتومبیل تمغه مرسدس آورده می‌دهد، اما تا حال وعده‌اش را اجرا نکرده است. همزمان به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه شومنصور با عریضه زن 43 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که سال 2019 مرد 30 ساله ساکن شهر حصار با روی فریب به باوریش در آمده منزل استقامتش را به مبلغ 40000 دلار آمریکایی فروخته مبلغ‌های به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و رهبریت سرریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی جهت تامین بی‌خطری مال و ملک تاجران و سوداگران از هر گونه حادثه‌های ناخوش به خصوص حالت‌های سوختار پیوسته تدبیر و چاره‌های ضروری را راه اندازی می‌نماید. در این زمینه تشکیل و گذرانیدن مشق‌های عملی و تاکتیکی آتش‌نشانی در بازار و مرکزهای کلان سودا و سر وقت آشکار و برطرف نمودن کمبودی و نورسایی‌های ضد سوختار که یکی از عامل‌های اساسی کفالت حفظ و حیات سلامتی سوداگران و خریداران و تامین امنیت مال و ملک تاجران و صاحب ملکان از نابودشوی در آتش به حساب می‌رود. محض با همین مقصد در جمعیت دارای مسئولیتش محدود بازار سفریان واقع در کوچه سینوی شهر دوشنبه برابر معاون سردار سرریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی پلکوونیک خدمت داخلی سیدبک امینوف از طرف متخصصان سرریاست مشق عملی تاکتیکی آتش‌نشانی با جلب مسئولین و دروژین اداروی آتش‌نشانی بازار و خدمات و مقامات‌های هماهنگساز برگزار گردید. 11 آگوست سال 2022 تخمیناً ساعت 16:30 راننده اتومبیل تمغه اوپل استرا خیرالایف محمود جان سال تولدش 1987 ساکن نویه وخش هنگام حرکت از سمت شهر باختر به سمت نویه بلخی در حدود دهه سامانیان از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده دوچرخران جباروف مرادعلی سال تولدش 1967 و نبیره خردسالش جباروف ابوبکر سال تولدش 2016 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است.
در نتیجه جباروف به سلامتیش جراحات وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. خورسال جباروف نیز جراحات گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند. مرکز مطبوعات ملی شهر دوشنبه روز 12 آگوست سال 2022 خبر داد که یک راننده اوپل برای داخلانه ویران کردن ترتیبات جمعیتی و اطرافیان را دشنام و عقارت قبیح دادن به 15 شبانه روز حبس مأموری محکوم کرده شده است. در خبر گفته می شود که اخیراً از جانب کارمندان ملی شهر دوشنبه شهروند رحمتوف اکمل سال تولدش 1987 استقامت کننده نویه خراسان ولایت ختلان راننده автомاشین تمغه اوپل استرا رقم قید دولتیش 0709BB03 برای ویران نمودن ترتیبات جمعیتی دستگیر کرده شد. ضمن سنجش معین گردید که نامبرده صحنه 11 آگوست سال جاری تخمین ساعت 14:30 هنگام در نزد بازار سخاوت واقع در کوچه نعمت قره‌بایف نویه فردوسی قرار داشتند ترتیبات جمعیتی را داخلانه ویران نموده در برابر به قاعده ویرانکنی دست زدن همزمان با الفاظ قبیح شان و شرف اطرافیان را پس زده است. وابسته به حالت مذکور نسبت به رحمتوف اکمل پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده جهت چاره‌جویی به سود نویه فردوسی ارسال کرده شد. سود در نوبت خود نسبت به نامبرده جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 15 شبانه روز تطبیق نمود. گفته می شود در اطلاعیه ملیسه پایتخت تاجیکستان. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.